جالبتر از این که گفتی که کلش باید بره توی یه جا و بره توی نتنز، اینی که گفتی که کلش هم گفته آدرس هم داده. سانتریفیوژهای اضافه رو ببره تو سالن بی نتنز بذاره. ببین تا کجا ریز شده. تو برجام اینه مو نمیزنه جدا ها. بعد این متن الان بعد فارسیشو برداشتن کنم انگلیسیشو برداشتن عین برجامه. دولت ایران ظرفیت غنیسازی اورانیوم خودش رو به یک برنامه‌ای محدود بکنه که 6400 سو در یک مجتمع محدود بشه. اونجا 6400 تا یعنی دقت کنید الان ما چند تا سانتریفیوژ داریم؟ کل دعوا تو یک ساتر 100 تا بود. آقا من 100 تا رو میدم که تحت نظر مهرموم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ویدیو سرویلنس یعنی دوربین‌های آژانس اونجا انبار بشه. این عین متن برجام. این الان یه طرحیه که یک مؤسسه، یک تینک تانک اندیشکده بین‌المللی به نام اینترنشنال کرایسیس گروپ ارائه داده. یکی از اندیشکده‌های به شدت نزدیک و کاملا وابسته به وزارت خارجه امریکا یه گزارشی رو منتشر میکنه 14 ماه قبل از برجام که اومده کارت اسمش هم گذاشته که حل مکعب روبیک که نسبت داده به پرونده هسته‌ای ایران. گروه بین‌المللی بحران، نامی ناشناخته در ایران و البته مشهور در دنیا. 9 می 2014 یعنی 14 ماه قبل برجام و در حالی که دو طرف میگفتن هنوز هیچ چیز مشخص نیست، متن برجام رو منتشر میکنه. البته نه اونقدرها هم ساده که تصور میشد. بعد از یک سفر یک هفته‌ای به تهران در اواخر اسفند 92 یه اکیپی میان تو تهران 28 اسفند میان چهارشنبه سوری تو تهران میان دیدار میکنن. عکسش هم هست دیگه. پنجم ششم فروردین هم میرن بیرون. اومدن برای چهارشنبه سوری دیگه، میدونی که کلا اینا چهارشنبه سوری دوست دارن. 28 همه جا تعطیل، اینا میان تو. 14 اردیبهشت متن منتشر میشه. بعد این متن الان بعد فارسیشو برداشتن کنم انگلیسیشو برداشتن چون احساس میکنن عین برجامه. انگلیسی هم برداشتن، قبل اول فارسیشو برداشتن بعد انگلیسیشو. فوردو تبدیل بشود، این متن برجامی که اینجا فوردو تبدیل بشه به یک مرکز تحقیق و توسعه که ماشین ها یکی یکی بتونه تست بشه و بعد در اونجا هیچ غنیسازی نباید انجام بشه. Output should be zero. باید صفر باشه. Agreed that the facility at Fordow will halt all uranium enrichment. Period. All uranium enrichment, and in fact, there will not even be any fissile material present. باید مجموعه آب سنگین عراق رو ایران بیاد مادیفای کنه. مادیفای حالا یه معنی مهمش که اینجا استفاده شده اصلاحه. Because of this deal, Iran will modify the core of its reactor in Iraq. International Crisis Group. گروه بحران بین‌المللی کیه؟ وزارت خارجه آمریکا. کیه آقای جوستورف؟ کیه شیمون پرز عضو هیئت مشاوران بین‌المللی شد؟ نمی‌تونم. من قبل از اینکه ویدیو سرویلنس رو بخونم بهتون گفتم. بعد الان دیدم یه دفعه اینجا نوشته. چون از روی برجام می‌دونم. این فرایندی که آقای بدوی آقا ساکت هیچ از نظر ملت و همه در حال سکوت باشن، ما می‌خوایم روی برجام جزئیات برجام کار کنیم. این جزئیات برجام دیگه، جزئیات ریزش، نه حدودی، نه راهبردهای کلان، نه در هوا حرف زدن. چون نوشتن همین خود نوشتن این مطالب خودش حداقل ماه‌ها طول می‌کشه.
یعنی اینجوری نیست که شما بگی مثلا این توی اردیبهشت 93 در اومده یه شبه یه نفر نوشته. این ریزش باید کار شده باشه روش. حداقل از 2 سال قبل برجام این دستور کار وجود داشته. حالا اگه از قبل‌ترش نبوده باشه، اینکه هنوز به قطعنامه‌ها نرسیده بودیم، به این قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در رابطه با مسائل هسته‌ای نرسیده بودیم، ما با آقای سارکوزی به توافق رسیدیم راجع به عدد سانتریفوژها. به هر حال یه چیزی بینابین، یعنی اگر 8000 تا سانتریفوژ داریم مثلا برسه به 4000 تا یا 5000. این آقای سارکوزی قبول کرد. ولی وقتی دقیق و ریز همه چیز رو میگه، حداقل 2 تا چیز رو به ما نشون میده. 1، ما نتونستیم 1 ریال حداقل در زمینه غنیسازی و عراق و توان هسته‌ای 1 قدم 1 اپسیلون حرف خودمون رو به اونا بقبولونیم. این 1. چرا؟ حداقل 14-15 ماه 20 ماه قبل از داستان وین داره نشون میده این گزارش و حرفایی که خود آمریکایی و بقیه زدن، حرفاشون رو از پیش نوشتن به ما تحمیلش کردند. حفظ سمبولیک هسته‌ای پیشنهاد این متنه. حفظ سمبولیک یعنی چی؟ یعنی 6400 سویی که اینا میگن. بعض جا من دیدم کلمه مینیاتوریش هم نوشتن، یعنی نوشته یک صنعت هسته‌ای مینیاتوری. I think I certainly am pleasantly surprised that the Iranians have agreed to so much here in terms of the inspection regime, the reduction as far as the centrifuges, the stockpile, what they're doing with the Iraq reactor. All of that I think is really quite surprising and quite good. این اون فرایندی که طی شده 14 ماه آقا هیچ حرفی نزنه، داریم مذاکرات روی جزئیات. آقا اصلا هیچ چیزی نگه. آقا چی نمیگیم و نمیتونیم آنها بعد مذاکرات بگیم دیگه. این چه 14 ماه قبلشه با چه جزئیاتی و با چه دقتی و با چه جزئیاتی گفته شده که آقا برجام چیه. این بعداً این فرایند توی یک جشن ملی نمایش شد. روزهای اولیه مذاکره طرف مقابل ما به ما میگفت در دوران محدودیت که این دوران امروز 8 سال در این توافق تعیین شده، در دوران محدودیت ایران فقط 100 سانتریفیوژ داشته باشد. راجع به عراق میگفتند در عراق راکتور میتواند بماند اما به هیچ عنوان آب سنگین معنایی ندارد و این خط قرمز قطعی ماست. نسبت به مسئله فوردو میگفتند نام فوردو بردن هم سخته و شنیدن اون سخت‌تر. نه شما بگویید و نه ما میشنویم. اینها یه سقفی رو بستن از پیش که ایران رو مجاب کنن نسبت به این که عددی که ما به شما میدیم اینه و در حقیقت ما نتونستیم از اون سقفی رو که از پیش اینا تعیین کرده بودن هیچ چیزی بگذاریم. البته علاقه خاص آمریکایی‌ها
به عدد 6000 سانتریفیوژ سابقه چندین ساله داشته. همون جایی که پیشبینی‌های دیگه‌ای هم کرده بودند. Surrender is a strong word, Farhan. And what have we surrendered really? Apart from our nuclear ambition. Isn't that enough? Spinning 6,000 centrifuges is good for political maneuvering, but it's helping to bankrupt our country. The truth is, we are not the ones being so generous. President Taylor is lifting economic sanctions and offering an aid package worth billions of dollars. We got everything we wanted, Farhan. Madam President. You heard me. This man is a once-in-a-lifetime leader. خیلی قشنگه سانتریفیوژ بچرخه، به شرط اینکه کشور هم بچرخه. اما اگر بنا باشه سانتریفیوژ بچرخه و کل کشور بخوابه. But when the next election rolled around, the outcome offered a glimmer of hope. Iranians elected Hassan Rouhani. It finally appeared as if President Obama might have an Iranian leader with whom he could negotiate.